یه خونه چیه؟ جایی برای سکونت، نشون دهنده هویتمونه و یا محل آرامش یافتنمون میتونه باشه. یعنی خب دوستان، ما خونه ها رو طراحی میکنیم، اما اون آرامش درونشو میتونیم طراحی کنیم؟ خب به نظرتون کی قدرت اینو داره؟ کی گفته تو سخنرانی کنی؟ مگه این کار تو نیست؟ بله درسته، اما بورا این کارو دوست داره، روش کار کرده. به نظرم بهتره بهش یه شانس بدیم. یه سوال بپرسم. خب خوشبختی چیه؟ یعنی یه دستگاه باشه که بتونه شکل خوشبختی رو بکشه، اینطوری دکمه‌شو بزنیم چی در میاد؟ دوبله شده در استودیو جیم. برو چی کار میکنی؟ گیر کرده. فکر میکردم من خراب میکنم. خرابش کردیم. بده من. میشه تمومش کنی؟ آقا بوراک همین الان. سورپرایز! این دقیقاً تصویر خوشبختیه برای من. مروه، من برای خیلیا تو این شرکت خونه طراحی کردم و همیشه موقع طراحیشون خودمون دوتا رو داخلشون تصور میکردم، چون که وقتی اسم خونه میاد صورت تو یه دفعه میاد جلوی چشم. میای خونه خودمون رو طراحی کنی؟ با من ازدواج میکنی؟ آره عزیزم، قبول میکنم. مبارکتون باشه واقعا. آقا دمیر، همه چی رو به راهه؟ میخوام از این تصویر پرینت بگیرین خیلی سریع. چشم قربان، رنگی باشه؟ اما این لروکسون خیلی مبارکه. عزیزم خیلی مبارک باشی. خیلی بهتون تبریک میگم. خب دیگه بیاین سلام. آره خیلی خوب. بگیر لطفاً همه اینجا وایسین. نه؟ حالا همه بگی چی عروسیه من. اوه، اینجوری که معلومه جلساتون تمومه. من دمیر اراندیلم، مدیر جدید شرکت معماری آرتمی. اگه بفرمایید بشینین، چند تا مورد رو میخوام بگم. غیر ممکنه. منتظرم. آقا دمیر، لروکس خانم مسئول پروژمونه، آیدا خانم مهندسمونه، مروه خانم مسئول پاسخگویی به مشتریامونن. آقا بارم نیازی نیست. خیلی ممنونم. امروز برنامه دارم با تک تک همکارا آشنا بشم. شرکتمون گویا دوره سختی رو گذرونده، اما هنوزم وضعیتش خرابه. بازدهی، کارایی، زمان و جهت‌دهی.
اگه با نظم اینا رو رعایت کنیم موفق میشیم و آرتمین به روز اولش برمیگرده. برای همینم ازتون میخوام بعضی قوانین جدید رو رعایت کنید. قوانین؟ چه قوانینی؟ 1. هر کی از در شرکت میاد تو زندگی شخصیش رو پشت در میذاره. از خدامه اما روبرومی. اونو چیکار کنم؟ فکرتون رو بدیم به کارتون. فقط کار. مسائل خصوصیتون که به خودتون مربوطه رو خارج از محیط کار حل کنید. 2. هر گونه مراسمی تو زمان استراحت باید انجام بشه و ترجیحاً خارج از محیط شرکت بشه. 3. هر روز 1 ساعت قبل از پایان ساعت کاری باید در خصوص کاری که دستتونه یه گزارش تهیه کنید. 4. وقتی جلسه دارین از 20 دقیقه قبل اینجا حاضر باشین. ازمیه خانم اسامی رو می‌نویسه. لیست قوانین براتون ایمیل میشه. فقط یه قانون خیلی مهم‌تر داریم. برای اینکه فراموشش نکنین اینجا میذارم. آقا براک، دوست دارم از همین الان از تجربیات شما استفاده کنم. تو دورانی که مدیر اینجا بودین موفقیت‌های بزرگی کسب کردین. با بقیه همکارام در طول روز آشنا میشم. خیلی ممنون. نه نمیتونه خودش باشه. درسته براک خواهش میکنم یه چیزی بهمون بگو. قرار بود تو باشی. یه کاری بکن دیگه. این مدیر رو از اینجا بفرست بره. تو لایقه نشستن پشت اون میز. اینو هممون میدونیم. خودم خواستم که اینجوری بشه. من برنامه دیگه ای دارم. خیلی زودم از اینجا میرم. وای براک میره. جاشون دیوونه میاد که خونمو میخواد ازم بگیره. محشره. کی؟ آره اون اینه دیگه. همون دیوونه است. اول خونم بعدش محل کارم. بعید میدونم این اون باشه. مطمئنی؟ شاید اشتباه گرفتیش. عزیزم خودشه. مطمئنم. مگه ندیدین داشت چپ چپ بهم نگاه میکرد؟ این همه نگاش کردم اما ازش سر در نیاوردم. نگاه، یه سره قلبه از سره اومده بیرون. اینم علامت ممنوع است. این یه جورایی شبیه معما میمونه. یعنی داره میگه فکرمونو بدیم به کارمون. میگه تو محیط شرکت به جای عشق و عاشقی کارتون رو انجام بدی. به نظرم میگه عاقل باشین وگرنه کار و خونتون رو ازتون میگیرن. خدایا من چه گناهی به درگاهت کردم آخه. نه بابا خیلی هم پیچیدش نکنی. خب قلب معنای احساسه، درسته؟ این مردم مشتریه. یعنی میگه که مشتری ها احساسی تصمیم میگیرن. مراقب باشین. احتمالا. وای برو نکن چشت چپ میشه. عزیزم من میگم ممکنه این یه نوع ورزش مغز باشه. شاید باید روش زوم کنیم. گلدون، نگاه گلدونه. آره خودشه. وای خدا بگم چی کارش نکنه. کوبورا من نمیبینم. آدم به عقل همه تو شک میکنه ها. داره میگه فکر کردم به عشق اینجا ممنوعه. اشتباه چی میکنی. میگی تو هم؟ مگه شدن؟ برای منم هضمش سخته. نه یه همچین چیزی نیست. تو بدترین دوران شرکت رو گرفتین دستتون. پروژه هتلی که گرفتین واقعا خیلی عالیه. خوشحالم که با شما همکار شدم. قبلا هم به آقای اکرم گفتم دیگه قصد همکاری با این مجموعه رو ندارم. برای خودم یه مسیر جدیدی رو در نظر گرفتم. پدرتون در مورد این تصمیمتون چیزی به من نگفته. امیدوار بودم مدیریت من مشکلی بینمون ایجاد نکنه. آقای اکرم به خواسته اطرافیانش اهمیت نمیده. برای همینم بهتون نگفته. خب میدونم باز کردن یه صفحه جدید تو زندگی چجوریه، اما ازتون میخوام روی این تصمیمتون تجدید نظر کنید. به یکی احتیاج دارم که بتونم پروژه ها رو بهش بسپارم و البته قدیمی اینجا هم باشه. نگران نباشید. کارو که دستتون بگیرید همراهیتون میکنم، کنارتونم. عالیه. هم مهندس خوبی هستین و یا دوستتون دارم. توی پروندهتون هیچ گونه ضعفی نمیبینم. خیلی ممنونم.
دارم سعی میکنم همیشه بهترین باشم. اما چون اشتباه نمی‌کنین یعنی اینکه به هیچ وجه ریسک نمی‌کنین. کسی که همیشه راه ایمن انتخاب میکنن پرسنل معمولی هست. منم به پرسنل خلاق و البته بلند پرواز احتیاج دارم. داشتیم ورشکست میشدیم. هیچ کدوممون نمیتونستیم کوچکترین ریسکی بکنیم. اگه کوچکترین اشتباهی توی کارمون ازمون سر میزد از این به بعد روند عوض میشه. ممنونم. خیلی تو مخه. منو به حد جنون عزیزم تو نگران هیچی نباش، خودم میرم حسابش رو میرسم. نه عزیزم تو بمون. عزمیه چون تو رو خواست و برو. داری برام قیافه میگیری؟ من اینجا مسئول پروژه هام. عزمیه عزیزم قصد جسارت به تو رو ندارم. عزیزم تنها مشتری که برای این شرکت پول میاره دست منه. لروکس خانم لطفاً اول به خودتون بیاین. یادتون نره کجا هستیم. اینجا خونه خاله نیست. من موافق شما هستم. لطف کنین مراقب لحن صحبتتون باشین. باشه. شما هم سعی کنین به شخصیت من احترام بذارین. چون اگه شما رئیسین منم اینجا بیکار و دوله نیستم، باید ببخشین. من اینجا یکی از 2 مسئولین پروژه ها هستم. از صبح من اونجا کاشتی. من بیری نیستم که با این بادا بلرزه. آقای محترم ببخشید آقای رئیس. گفتم نوبتی میبینم. خب نوبته بر چه اساسیه؟ بگین رو چه اساسیه تا ما هم بدونیم. الفبایی که نیست بر اساس سمت هم نیست. رعایت قوانین ضعیف. درک پایین. اون پرونده منه. چی داری برای خودت اونجا مینویسی؟ ببخشید نمیخواد اونجا تو پروندم چیزی بنویسین. من که چیزی نگفتم. بیادبی به همکارم و البته به موافق. باشه حرف نمیزنم میرم. عزمیه جون میشه بیای؟ عزیزم نفر بعدی منم. اینو بدونم که بر اساس اون منتظر باشم. آیدا اومد بیرون. خب اونم ناراحته. ای بابا معلوم نیست این یارو چی بهشون گفته. هر کسی میاد بیرون حالش خوب نیست. ببینم فرخ پیداش نیست. برو. این یارو همه جای آفیس کاغذ زده نوشته عشق ممنوعه. وضعیت ما چی میشه این وضع؟ عشقم عاشقای جدید باید نگران این موضوع باشه. من پیشنهاد ازدواجمو دادم. انگشتر دستت کردم. ما الان نامزدیم. معلومه. این چیه؟ این چیه؟ انگشتر نامزدی. آره بدیمونه. برو چون میشه یه لیوان لیموناد بهم بدی؟ خب چی گفت؟ حرفش خیلی بد بود. واقعا رفتارش زشته رو مخه. ممنونم. برو جون میشه لطفاً یه لیوان لیموناد برام بیاری؟ با اون از خود رازی حرف زدی؟ نه عزیزم منو تو اتاقش راه نمیده. یه سلسله مراتبی داره که بعد از عزمیه من میرم. یه چیزی. آقا بوراک خیلی ناراحت شد بچه. آره بیچاره. الان کجاست؟ رفته. به نظر من که دیگه بر نمیگرده. کارو ول کرد. نه عزیزم چرا ول کنه؟ چه فرقی میکنه اون رئیس باشه یا یکی دیگه؟ بوراک صاحب اینجاست. در ضمن ما هم هستی. به خاطر یه نفر کارو ول نمیکنه نه؟ آیدا نمیدونم. امروز آقا اکرم هم نیومد. هر اتفاقی که پیش اومده باشه وضعیت خیلی جدیه. قرعه که به اسم آقا دمیر در اومده. 2 به همزن هر جا پا میذاره نابودش میکنه. مثل علف هرز همه جا هست. میکنم. داداش ورودی این سمت تو از کجا اومدی یهو؟ استاد زهره ترک شدین. دقیقاً. رئیس جدید اومد. میگن آقا اکرم اینو از ژاپن آورده. اوستا تو اینا رو از کجا میدونی؟ ما هنوز نمیدونیم طرف کیه چی کاره. من نمیدونم. شنیدم. دیگه چی شنیدی اوستا؟ شنیدم یکم خشن قانونمنده. درست شنیدم؟ ای ولم کن بابا با اون قانوناش تو روحه. نه اوستا فوش نمیدم. نمیخواستم فوش بدم. آروم باشیم. یه فرصت بهش بدیم. اگه دیدیم تو زرد از آب در اومد با کدوم یکیش با این یکی تا حالشو در میاریم. تو پادشاهی اوستا. شیرمرد اوستا. بالاخره اومد. جلومو نگیری. سب کن آروم باشه عزیزم. نوبت تو نیست. این چشه ها؟ میخواد مروه و برا رو ببینه. با هم دیگه؟ آره.
فکر بد نکنین، با ما کاری نداره. آره عزیزم. چون وضعیت شما یکم خاصه خواستم دوتایی باهاتون حرف بزنم. من متوجه شدم شما با هم یه رابطه عشقی دارین، درسته؟ نه یعنی رابطه عشقی نیست، ما نامزدیم. امروز نامزد کردیم. میخوایم در اسرع وقت با هم دیگه ازدواج کنیم. شما هم دعوتین، یعنی به محض اینکه کارتای دعوت جا بشه اول از همه واسه شماست. ممنونم. بهتون تبریک میگم و براتون آرزوی خوشبختی. آقا دمیر، من ازتون تشکر میکنم. من به بچه‌ها گفتم این قانون عشق ممنوع شامل حال ما نمیشه. آره. چون بالاخره ازدواج عرفه. اینطور نیست؟ آره. متاسفانه این قانون در مورد ازدواجم صدق میکنه. من نمیخوام تو شرکت با مشکلات عشق و ازدواج سر کله بزنم. هر دوتاش بهره‌وری رو کاهش میدم. نمیتونم اجازه بدم. چی دارین میگین آقا دمیر؟ این کارو نکنین خواهشم. خودتون تصمیم بگیرین. تا آخر ماه با یکی از شماها خداحافظی میکنیم. ببینم چت شده. مروه برو چی شده؟ عشقم. لروکس خانم، چی به این دختره گفتین داره گریه میکنه ها؟ تو کی هستی که به خودت اجازه میدی آدمو رو ناراحت کنی؟ از روز اول زهر چشم میگیری؟ لروکس خانم خواهش میکنم آروم باشین، بشین. تصمیم گرفتین محترم باشین، نه؟ خوبه؟ حداقل وقتی ادب و احترامو میبینین متوجه میشین. من بلدم ادب و رعایت کنم، ولی اینکه شما هم میتونین این کارو بکنین در عجبم. زبونتون بند اومده؟ این چیه؟ تو منو چی فرض کردی ها؟ فکر کردی میتونی به این راحتی کارمو ازم بگیری؟ این کار دور از اخلاق کاریه. چرا دور از اخلاق من کاریه؟ ازت شکایت میکنم. بهت نشون میدم وقتی مشکل خونه رو به کار ربط میدی نتیجهش چی میشه. نه لروکس خانم شما اشتباه متوجه نه تو اصلا منو نشناختی. چی میخواین من این پولو بگیرم بعد کارمو ول کنم؟ آره؟ نه خیلی چایدی؟ نه اینطور نیست، خواهش میکنم من گوش چندین کن. ساله برای این شرکت زحمت میکشم، نمیذارم زحماتم به هدر بره، مخصوصا حق دوستام اصلا نمیذارم. لروکس میشه یه لحظه ساکت هرچی باشی؟ سکوت میکنم بدتر میشه، ساکت نمیشم. الان میرم به همه میگم این کارتون ضد ارزش‌های انسانیه، ما هم غرور داریم. بسه، کافیه. این چک برای هزینه کارهای واگذاری سند، دستمزد وکیل و هزینه های هتل تا یه خونه جدید پیدا کنی، فهمیدی؟ یعنی اخراجم نمی‌کنین؟ الان مهمترین پروژه دست شماست لروکس خانم. برای همین به کارتون ادامه بدین و همه چیزو به من گزارش کنین. کوچکترین اشتباهی کنین از اینجا میرین. خیلی هم عالی. قبول میکنی؟ همونطور که گفتین مهمترین پروژه دست منه. برای همین با بحث درباره خونه وقتمو تلف نمی‌کنم. این پولم بردارین. خودتون تو هتل بمونین. اون خونه مال منه. حق خودمه. Şimdi gücümde sağımda solumda her yerde sen Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden بعد از فارغ التحصیلیم اینجا شروع به کار کردم. چند سال دارم اینجا کار میکنم، نمیتونم استعفا بدم. پول بیمم چی؟ مروه الان منم نمیتونم کارو ول کنم. منظورت چیه؟ خب به خاطر خانوادم وام گرفتم، خیلی بدهکارم. خودت که میدونی 2 ماه بیکار باشم بدبخت میشم. راستش این کارم با بدبختی پیدا کردم. ببینم یعنی میگی من کارو ول کنم؟ عشقم شاید تو بتونی راضیشون کنی پولی بیمت رو آخه بدم. مگه مسئله فقط پوله؟
نمیتونم به خانواده‌ام بگم به خاطر ازدواج از کارم استعفا میدم. مامانم قبول کنه، بابام قبول نمیکنه. ولی اگه بخوای ازدواج کنی باید راضیشون کنی عشقم، مگه نه؟ برای این میگم یه دونم یه مسئله خانوادگیه، برای همین گفتم. وضعیت خانوادگی من مسئله خانوادگی نیست. مروه چطور میتونی اینقدر ناسازگار باشی؟ من درکت نمیکنم. این یه کاره، میتونی یه کار دیگه پیدا کنی، مگه چیه؟ اما همچین کاری پیدا نمیشه. من خیلی تلاش کردم تا به این موقعیت رسیدم. جای دیگه با این شرایط نمیتونم کار پیدا کنم. پس تو میخوای بگی که درآمدت بیشتر از منه؟ باشه ما وقت پرنسس خانومو نمیگیریم، یه وقت به پرنسس آسیبی نرسه ناراحت بشه. قبول؟ تو داری با من ازدواج میکنی. خب خانواده تو منم. انتخاب کن برو، خانواده‌ات یا من. مروه جون من نمیتونم همچین انتخابی کنم. همین میدونی الان مجبور تصمیم بگیری. مجبور نیستم. به من جواب بده برو. مروه من نمیتونم خانوادم وسط راه تنها بذارم. آخه تو چرا اینقدر لوسی که نمیتونی کنه؟ که این طوره؟ فداکاری میخوای ها؟ بیا اینم فداکاری. دوبله شده در استدیو جیم. پررو فکر کردی کی هستی ها؟ آرامش خونمو به هم زدی، آرامش کارمو به هم زدی، آرامش دوستامو به هم زدی. مثل بلای آسمونی نازل شدی، پشت سرت 1000 تا مصیبت آوردی، فقط کم مونده طوفان بپا کنی. وای لروکس، دختر ناراحت تو هم هی داغ دلشو تازه کن. عزیزم گریه نکن، منو یهو جو گرفت، معذرت میخوام. این دمیر حساب منو به هم ریخته. تو گریه نکن یا اینکه گریه کن. نمیدونم قاطی کردم داداش روزا. نه منو اصلا قاطی نکنین دخترها. من از شیرینی سر در نمیارم. برای کسایی که شکست عشقی خوردن این بغل یه جای خوب هست، برین اونجا باشه. شب بخیر قربان. ببخشید بازم تشریف بیارین. شب بخیر. برو. باشه بس خوشگلم گریه نکن عزیزم. ببین اومدم دیگه اینجا، ما این مشکل رو حل میکنیم، با هم حلش میکنیم. برای آخرین بار بغلت کردم. اینم خدافزی عاشقونمون باشه. خب گوش کن رو کراس دارم بهت میگم دیگه مایی وجود نداره. آره دختر مزخرف نگو، از صبح تا حالا داری گریه میکنی. بچه اومد دیگه. حالا اومد چی شد؟ چی عوض شد؟ هیچی بینمون حل نشد. حاضری خانواده‌تو ول کنی منو انتخاب کنی؟ میشه همچین چیزی ازم نخوای، من نمیتونم این کارو بکنم. دیدین دیگه، همتون شنیدین چی گفت، همه متوجه شدین. خانواده‌شو بیشتر از من دوست داره آقا. من میخوام تو زندگی آدمی که عاشقشم نفر اول باشم، ولی نیستم. با دونستن این موضوع نمیتونم بودم با تو رو تحمل کنم. برای همین برو، هرچی بینمون بود تموم شد. مروه چی داری میگی؟ یه لحظه وایسا ببینم. بچه بازی در نیار دختر. باز کن درو قفل کرد. مروه دخترا داداش مروه لطفاً درو باز کن. مروه ببین منو خوب میشناسی، تو تا از اونجا در نیای جایی نمیرم. تا کی میخوای اونجا بمونی؟ بورا بذار یکم تنها باشه. نباید بزنه که انقدر دلشون شکست فشار آورد. بیا داداش خودت که دیدی داره چی کار میکنه. آخه این راحت انصافه. باشه. بعدن باهاش صحبت میکنی و همه چی رو درست میکنی. زود باش. آخه چرا اینطوریه؟ یه جا رو درست میکنی یه جای دیگه خراب میشه. آره وای نه اینجوری نمیشه، باید یه کاری چی بکنی. کار میتونیم بکنی؟ من این آدمو درک نمی کنم، اصلا تا حالا همچین چیزی ندیدم. وحشی، بیرحم، دیوونه، یه جوری مثل گربه هاست. البته نه همشونا، منظورم چیتای گربه سانه. همچین چیزی. گفتی چیتا. چطوری؟ دستت درد میکنه؟ وایسا. آفرین به تو. بیا ببینم پسر خوب. آخه نگاش کن.
ازت شکایت شده کل شب داد میزدی. با تو هم هستم، ناخن زدن به شیشه ممنوعه، شنیدی؟ هی لروکس، سلام. اینجا چی کار داری؟ دوباره برای چی اتفاقی افتاده؟ ما در مورد یه حیوان وحشی میخواستیم اطلاعات بگیریم. در ضمن من آیدا هستم. بله یادم اومد، همون دختر که یهو پشت سرم ظاهر شد. خب در مورد چی میخواین اطلاعات بگیریم؟ چیتاها. لروکس میخوام اینجا رو ببندم، زود باش خشکی. شما به اون توجه نکنین، فکر کنم بعد توضیح داد. ما میخوایم بدونیم چیتاها چطور شکار میشن. چیتا خیلی سریعن. هیچ حیوانی نیست که تو جنگل بتونه سریعتر از اون بدوه. هدفشو مشخص میکنه و میپره روش. حرکات غیر منتظره ای انجام میده. تنها وقتی که میتونی بهش نزدیک بشی زمانیه که اون شکارشو انجام داده. وقتی شکارشو میگیره وای میسته. وقتی هم وایساد انقدر خستاست که نمیتونه کار دیگه ای بکنه. پس اینجوری شکار میشه بعد پیروزیش. اگه اون لحظه یه تعداد موجود کوچیک محاصرش کنن، محاصره کنن؟ آخرین شکاری میشه که چیتا انجام داده. فقط تنهایی هیچ شانسی ندارن. اگه گله‌ای حمله کنن میتونن چیتا رو شکار کنن. عملیات چیتا. پس شروع کنیم. عملیات چیتا. عملیات چیتا یعنی چی؟ عملیات چیتا؟ عملیات چیتا. به نظرت میان؟ وضعیت اضطراری. چیتا از قفس در اومده، همه بیان دفتر. به نظرم کسی نمیتونه جلوی کنجکاویشو بگیره. لروکس خانم چیکار دارین میکنین؟ چرا ما رو این وقت شب کشوندین اینجا؟ روزو ازتون گرفتن؟ الان بهتون میگم. همتون خوب به حرفام گوش کنین. دوستان، ما از ناملایمات این زندگی رنگارنگ خسته شدیم. از روزگار زیاد سیلی خوردیم، ولی هرچی هم سختی کشیدیم فرار نکردیم. شرکتمون رو ترک کردیم؟ ترک نکردیم. چرا؟ چون این شرکت مال ماست. الان تقدیر یه سنگ دیگه جلوی راهمون گذاشته. دمیر اراندیل اومده برای جونمون شده، ناراحتمون کرده. اگه این دمیر اراندیل نبود مروه و بورا ناراحت نمی شدن. بوراک از صندلی که حقشه محروم نمیمون. راستی بوراک میاد؟ بهش زنگ زدی؟ نمیدونم. باشه بعدن باش حرف میزنیم. معلومه دیگه الان خیلی ناراحته، شاید پیامشو چک نکرده باشه. کاملا درکش میکنم. از اون صندلیشو گرفت از من خونمو. چه ربطی به خونه تو داره؟ استرس شرکت به خونم سرایت کرده دیگه. نگاه کن ببین ساعت چنده، من هنوز نتونستم برم خونه. خب حالا این عملیات چیتا چی هست؟ برگردیم به بحث خودمون. دمیر اراندیل یه شکارچیه، اون یه چیتاست. میخواد هممونو دونه دونه شکار کنه، تیکه تیکه کنه. ولی اگه ما با هم متحد باشیم میتونیم بندازیمش بیرون. میدونم قویه، آره سریعه، ولی اگه ما هم یه دست باشیم میتونیم از پسش بر بیاییم. چیتا رو با هم شکار میکنیم. دمیر اراندیل رو از این شرکت پرتش میکنیم بیرون. تا آخرین نفس میجنگیم. روی دریاها و اقیانوس ها میجنگیم. تو آسمون ها میجنگیم. تو بیش زار گوشه کنار کوچه ها میجنگیم و هرگز تسلیم نمیشیم.
این سخنرانی یه جای دیگه هم شنیده بوده. داداش این سخنرانی برای وینستون چرچیل تو جنگ جهانی دومه. مگه وضعیت اینقدر وخیمه؟ دوستان لطفاً قوی باشین، همه چی درست میشه، اصلا خودتون رو نبازین. خدا من نمیدونم، خشکم زد موندم. راستش منم اصلا حال نکردم، ببخشید بچه‌ها، ولی من خیلی ناراحتم. بی خیال بابا، این یه امیده، این یه نقشه است. ما دیگه یه هدف داریم، باید بخندیم و برقصیم، باید قهقه بزنیم، این خاک مرده رو از بدنتون بتکونیم، باید اینو جشن بگیریم. زود باشیم. جشن بگیریم داداش، فروپاشیمونو جشن بگیریم، غمگینی و ناامیدی و جشن بگیریم، شکایت ها، بازپرسی ها. اینا انرژی منم ازم گرفتن. با این حرفا ناراحتم نکنین، گفتم جشن میگیریم. آقا دمیر، اتاقتون تموم شد، میان یه نگاه بندازین. اینو کجا بذارم؟ فعلا میتونین بذارینش اینجا. بفرمایید. اینجا عالی شده، دستتون درد نکنه. بریم پایینم یه نگاهی بکنیم. حتما. اینجا انباریه، هرچی که آوردین پایین اینجا بچینین، جوری بچینین که رطوبت و گرد و خاک واردش نشه. لباس هم هست، به جز لباسای داخل سالن همه چی میاد اینجا. چشم آقا دمیر. ممنون. اگه مشکلی بود من داخلم، بهم بگین. چشم. خستم. سلامت باشین. پاشین بچه، پاشین. همینه، خودشه. Mahalleye geldin geleli canım bizde ne yapıp kaldı nereye fikir bittik o endam ela nedir öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık çıtır çıtır kıtır kıtır بچه ها دارید چی کار میکنید؟ اینجا چه خبره؟ براک، میدونستم ما رو تنها نمیذاری، میدونستم که برمیگردی. آیدا بچه ها به خودتون بیا، اینجا محل کاره. فرخ این چه وضعیه؟ شب برگشتنه، برگشت مرده های متحرک، یعنی شب ما. بورک خوش اومدی بوراک. عزیز دلم خوش اومدی. بیا. خیلی خوبه، برای خوشگذرونی انرژی دارید. از اینا. لروکس اینجا چه خبره؟ ما میخواستیم عملیات شکار رئیس رو جشن بگیریم، اما این خبر که تو نمیری خبر خیلی بزرگیه. خدا رو شکر ما امروز یه خبر خوبم گرفتیم. من نگفتم قراره که بمونم، فعلا موقت هستم، اونم برای اینکه رئیس جدید ازم خواهش کرد. تو نگران نباش، ما تو اون موقع خیلی وقته که دکش کردیم. اوه منم بزنم. Yoksa günah bizden gider. من امتحان کنم. ببین نگاه کن.
مثلا همه جرم چک کرده برای من. بهتر خودم پشت سرت اینجا رو تعمیر کنم. والا هرچی وقت اونم میرسه. من دارم میرم. لروکس کجا؟ دارم میرم خونه. اون چیتا نمیتونه منو بترسونه. فهمیدی؟ من اون چیتا رو شکار میکنم. اینجوری از دمش میگیرم، اینجوری باشه بیخیال میشی، خودم تا خونه میرسونمت. باشه خودم میرسونمت تا خونه. آقا بوراک یه نگاه به این میندازین؟ همینجا منتظرم باش، من سریع برمیگردم. باشه منتظرم. آخه شارژر رو میذارن تو پریز برق بمونه. آخ اوی لروکس. شارژر رو گذاشته تو پریز و رفته. خدای من این کیه؟ رسما میخواسته خونه رو با آتیش بکشه. فکر کنم اینو میتونم برای بیرون انداختن از خونه علیهش استفاده کنم.
اولین شبه که تو خونه خودمم، ولی برای خوابیدن مجبورم قرص خواب بخورم. خودش کافی نیست، تو حیاط بزم نگه میدارم. دوبله شده در استدیو جم. پیتر پن، تو اومدی؟ دیر کردی. من خیلی منتظرت بودم، بزرگ شدم. تو خجالت نمیکشی تو تخت من چی کار میکنی؟ ببخشید ها، تو پیش من چی کار داری؟ چون نظمی اومده پس 8:30. براوو به شما، براوو. واقعا که چی شده لروکس خانم؟ هیچ جای دیگه نبود خوشگذرونی کنی؟ اسپاسم گلو، تنگی نفس، یعنی شوخی نیست. دمیر آروم باش، آروم باش دمیر، چیزی نیست، نگران نباش. وای کمک